قانون عرضه و تقاضا یکی از پایه‌های اساسی علم اقتصاد است که نشان می‌دهد چگونه قیمت کالاها و خدمات در بازار شکل می‌گیرد. عرضه یعنی میزان کالایی که فروشندگان حاضرند در قیمت مشخصی ارائه کنند و تقاضا یعنی میزان کالایی که خریداران می‌خواهند در همان قیمت بخرند. وقتی قیمت بالا می‌رود، فروشندگان بیشتر عرضه می‌کنند ولی خریداران کمتر خرید می‌کنند. برعکس وقتی قیمت پایین بیاید، عرضه کاهش و تقاضا افزایش می‌یابد. نقطه‌ای که عرضه و تقاضا برابر می‌شوند، تعادل بازار نام دارد و این اصل پایه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در همه جای دنیاست. در پست بعدی هر کدام از قوانین عرضه و تقاضا را جداگانه و مفصل بررسی می‌کنیم تا کاربردهای واقعی آنها را در زندگی روزمره ببینیم. برای یادگیری ساده و کاربردی اقتصاد، صفحه فیسبوک و کانال یوتیوب عصر اقتصاد را دنبال کنید.